3. بعد از این که کلمه را شناختیم و گفتیم که کلمه به 3 قسم تقسیم میشه: اسم، فعل و حرف. در این درس علامات اسم میشناسیم تا ای که خوبتر و بهتر و آسانتر بتانیم اسم از فعل و از حرف جدا بسازیم. به مجرد که کلمه را بخوانیم و یا بشنویم بفهمیم که این اسم است. در اینجا ما برایتان 11 نشانی از نشانی های اسم آوردیم که هر کدام از این را جدا جدا برایتان بیان و شرح می‌دارم. در اول اسم، دلالت آن دلالت بر ذات است، یعنی ذات شیء. وقتی که میز میگوییم دلالت ازی بر یک ذاتی که او میز است میکنه و بس، و از زمان، از ماضی و مضارع و مستقبل ای جداست و به زمان هیچ ارتباط نداره و به ساکن ختم نمیشه. ولو که ما بگوییم که زید، در آخرش ببین سکون آمده، اما زید ساکن نیست، او باید یا زیدون باشه یا زیدن یا زیدن و به می ترتیب. و مثال هایی که پیش از علامات برایتان بیان می دارم مانند خالد، فرس، عصفور، آب، مدرسه، حدیقه، طریق، سما، ارض، بحر، جو، حجر، حیوان. این کل ازی اسماست و کل ازی اگر امین نشانی ها با این اسما یک جا شود، شما میدانین که این اسم است و امین نشانی ها را فعل قبول کرده نمیتونه. مثلا دخول الف و لام در اسم مثل الحمدلله، حمد اسم است و الحمدلله لام استغراقی است. دیگه به این خاطر این مثال براتان گفتم که الف و لام در فعل داخل نمیشه. یکی از ممیزات و یکی از ویژگی های اسم امیست که الف و لام بالای ازی داخل میشه. مثلا میگی الخالد، الفرس، العصفور، الماء، المدرسة، الحديقة، الطريق، السماء، الأرض، البحر، الجو، الحجر، الحيوان. در حالی که الف و لام در فعل داخل نمیشه. علامه دوم اسم ایست که بالای اسم حروف جاره داخل میشه و البته حروف جاره را انشاءالله در وقت معینش و یادمون درس معینش انشاءالله به تفصیل میخوانیم، اما همه قدر کفایت میکنه که بگوییم که حروف جر عبده است و این مخصوص اسماست که تنها بالای اسم داخل میشه و حروف جر بالای فعل داخل نمیشه. مثلا میگی مررتو بزیدن، کتبتو علی السبورتی. با در ایجا بزیدن ای از حرف جر است. این حرف هرگز بالای فعل داخل نمیشه و همچنان علا از حروف جر است که هرگز بالای فعل داخل نمیشه. علامه سوم اسم تنوین است که در آخرش داخل میشه. اسما عادتا در حالت رفع مرفوع می باشه، یعنی در آخرش دو تنوین میگیره، میگی که زیدون یا مثلا محمدون، ای در حالت رفع است و در حالت نصب میگویی محمدن و در حالت جر میگوییم که محمدن.
امی تنوینی که در آخر محمدون، محمدن، محمدن است، ای هرگز در فعل داخل نمیشه. مثلا میگی که جاء محمدون، ای در حالت رفع است، در آخرش دو ضمه داره. یا میگی که رأیت محمدن، در اینجا محمد مفعول واقع شده و در آخرش دو زبر که به نام علامات نصب گفته میشه در آخرش موجود است که رأیت محمدن. و همچنان میگی که مررت بمحمدن، در آخرش دو کسر است که هم تنوین گفته میشه. یعنی تنوین دو ضمه، دو فتحه و دو کسره می باشه که جاء محمدن، رأیت محمدن، مررت بمحمدن. این تنوین است که در آخر اسم است، در آخر اسم، یعنی در اول اسم هم نمیه، در وسط هم نمیه، بلکه ای در آخر میه و ای هرگز در فعل داخل نمیشه. دیگه میگویم که الاسناد الیه، یعنی اسم مسند الیه قرار میگیره. زید قائم، امی قائم به اصطلاح اسنادش به چی است؟ به زید است، یعنی زید مسند الیه است و قائم مسند است. یعنی این قاعده بسیار عمومی رو براتون بگویم که همیشه اسم مسند و مسند الیه قرار میگیره و فعل تنها مسند می باشه. مثل که در این مثال میبینیم، میگن که زیدون قائمون، زیدون مسند الیه و قائمون مسند. دیگه علامه پنجم اضافه. اضافت اسم قبول میکنه اما فعل نمیکنه. اضافت چی معنا؟ به معنای از این وقتی که میگیم غلام زیدین، کتاب محمدین، امی کتابه و امی غلامه ما شما به زید اضافه کردیم که در اینجا غلام مضاف است و زیدون، اگر جمله رو نخوانیم باید زیدون بگوییم، اگر جمله رو بخوانیم غلام و زیدین باید بگوییم، به خاطر از این که هر مضاف الیه مجرور است و مجرورات به سه قسم است. یکی مجرور به حروف جار است و یکی هم مجرور به اضافت است و یکی هم مجرور به توابع است که عبارت از توکید است، عطف است، بدل است. اینا رو به نام توابع یاد میکنه که میشه اسم حسب ما قبلش، مطابقت ما قبلش ای مجرور قرار بگیره. دیگه علامه ششمش تصغیر است. تصغیر یعنی کوچک کردن اسم. کوچک کردن اسم هم در زبان عربی به اصطلاح قواعد داره که یعنی پیش از حرف اخیر یا را اضافه میکنیم. مثلا قرشی اسم است، وقتی که به اصطلاح یا را قبل شین زیاد کردیم این قریش شد. و اگر مثلا کتابه ما تصغیر کنیم بگویم کتابچه، یعنی خرد بسازیمش باید قبل از با یا بیاریم، میگیم کتیب یعنی کتابچه. و امی علامه را فعل قبول نداره و این خاصه اسم است، از علامات اسم است. هر کلمه‌ای که این علامه را قبول کرد او اسم گفته میشه. دیگه یای نسبتی در فعل هیچ وقت یک جا نمیشه. مثلا قریش قریشی، علم علمی، کتاب کتابی و پاکستانی و بریتانی و امریکی و به می ترتیب این به نام یای نسبتی یاد میکنن که امو شخص نسبت به مو جای
و به همون منطقه میسازه یا به همون گروه یا فرقه که به اصطلاح منسوب است منسوب میسازه. این به نام یای نسبتی میگویم. علامه هشتم علامه تثنیه است. علامه تثنیه در عربی الف و نون است که در آخر اسم یک جا میشه. اگر هر اسم ما در زبان عربی خواسته باشیم که مثنا بسازیم، یعنی یک نفر است او را دو تا بسازیم، یعنی یک چیز است او را دو چیز بسازیم، در آخرش باید الف و نون بیاریم. اگر محمد بود میگیم محمدان، الف و نون در آخرش داخل کردیم، این تثنیه شد. کتابان، حدیقتان، طریقان، طائرتان، در آخرش الف نون است به معنای ازی که این دو تاست، دو طیاره، دو کتابچه، دو رفیق و به می ترتیب. و این علامه است که هرگز این فعل قبول نداره. نوم جمع، و طبعا جمع در لغت عربی به سه قسم است: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم و جمع تکسیر. جمع مذکر سالم یعنی در آخرش واو و نون است. مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، محمد محمدون. این مذکر سالم به خاطر از این میگن که امو حروف مفردش به اصطلاح به جای خود سالم مانده و در آخرش واو و نون اضافه کردیم. و جمع مؤنث سالم در آخرش الف و تا را زیاد میکنیم، مثلا مسلم مسلمات، مؤمن مؤمنات، زینب زینبات و به این ترتیب. و اما قسم سومش که جمع تکسیر است، یعنی مفرد به حال خود نمیمانه. مثلا رجل رجال شد. ببینید در حروف تغییر و تبدیل آمد، پس پیش آمد. این به نام جمع تکسیر یاد میکنن، یعنی سالم نماند و این به اصطلاح تکسیر شد، یعنی شکسته شد. و همچنان شجر اشجار، قلم اقلام و به این ترتیب. و این صفات است که فعل ایره قبول نداره، این خاصه اسم است و اسم به می علامات مشناسیم. و همچنان اسم وصف قبول داره. وصف یعنی مثلا یک کسی است او یک صفت میتی، یا میگی که رجل عالم، رجل جاهل، رجل فاسق، رجل کبیر، طفل صغیر. در امی آخر ازی این به نام صفت یاد میکنن که این صفت در فعل وجود نداره. و علامه اخیر لحوق تای تأنیث متحرکه در آخر اسم. لحوق یعنی پیوستن تای تأنیث در آخر اسم، مثلا ضاربتون، ضاربتون، عالمتون. اینا به اصطلاح تای تأنیث متحرکه است که در آخر اسم پیوسته و ای از علامات اسم است.